کوههایش میتوان زیبایی آبی آسمان را به وضوح دید. نظیر این فیروزه در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. مرغوبیتش که حساب کنید تو جهان که حرف اول میزنه هر جا که خواسته باشین برین. برای رسیدن به این معدن کهن باید از پیچ و خم روستای معدن فیروزه گذر کرد، جایی که در مسیرش دردانه‌های مغروری جلب توجه می‌کنند. سنگی ارزشمند در اعماق معدن فیروزه، بزرگترین و کهن‌ترین معدن فیروزه دنیا. اینجا غار زاک هستش. این غار 8 طبقه داره. برای رسیدن به سنگ فیروزه باید از این مسیرهای صعب العبور گذشت. اینجا سرده داخل تونل ها. آب و هواش سرده. 80 سال ما 70 سالش در این معدن بودم. 42 کیلومتر تونل در داخل 15 طبقه این معدن رو به بزرگترین معدن فیروزه جهان تبدیل کرده. وجود قطعاتی از این سنگ گرانبها که همراه این اسکلت 5000 ساله در محوطه‌های باستانی نیشابور کشف شده، بر تاریخ کهن استفاده از فیروزه صحه می‌گذارد. الان چون تعداد کارگرها خیلی زیاد شده، بازار فیروزه الحمدلله بازار بسیار خوبی هست. 40 تن سالانه مجوز برداشت از این معدن رو دارن. بیش از 170 معدنچی سنگ‌هایی با رنگ‌های آبی آسمانی و سبز را از لابلای سنگ‌های چندین هزار ساله جستجو می‌کنند. حسابی عرق کردین، خسته شد. خسته رفته. یعنی چیکار کنیم کارا؟ و فیروزه پس از سفری از اعماق معدن نگین می‌شود. هرچند سنگ فیروزه اصیل از دل کوههای معدن نیشابور بیرون می‌آید، اما سنگ‌های نامرغوب دیگر در تلاشند تا در این بازار جایی برای خود پیدا کنند. فیروزه های نیشابوری حالت معدن رو داره، یعنی یه حاله هایی از سنگ پشت این هست.